غصه ها را شعر کردم در حمل یک ربایی، رو دریا گشت آخر زین همه اشکی جدایی. جاده ها سر بسته اما دستهای خسته من جستجو دارند راه در سکوتی به وفایی. شما اصلا این سال چگونه دیدن میخواستید و تا کجا اون نقشه هایی که شاید شما در اولی سال گذاشته بودید توانست که عملی شود؟ بسیار سال پربرکت بود، پربرار هم بود بگیم، خطا نمیکنیم، چون که در این سال ما توانستیم که یک زیاده از 16-17 سرود نو تازه ایجاد ثبت کردیم. یک چند سرودها را قریب که مردم زمزمه میکنن دوست میدارن، لیکن تا هنوز به همون عمق دل آنها جا گرفتگی نیست. به هر حال همین طلبات فکر میکنید به سطح بالا رفته است یا که پایین؟ فقط جهت موسیقی شاید بالا رفته باشه، لیکن جهت آوازخوانی فکر میکنم نه اونقدر. درباره زندگی، درباره مردانگی، درباره صدقاً وفاداری، هم موسیقی کمه هم شعری امروز کمتر ایده. شاعران رنگ مورد سرگردون نه کجا بچه موضوع دست بزنم. وای از تو، وای از من، وای از این جان و از این تن، وای از مرگی محبت، از هجومی به وفایی. هر یک چیزایی که میخوندم پیش باور کنه امروز من میفهمم که من چی خوندگیم. وقتی که انسان زندگی در میرود، در درون زندگی آموخته میکنه و هر یک ناکامی ها و همون نارسی های زندگی روبرو میشی، بعد درک میکنی که انا وای شعرم برای همین روزم بود، انا این آهنگم برای این روزم بود. همین چیزا رو شخصا من حاضر درک میکنم. شما چندان راضی نیستید یعنی از اون سرودهایی که اون وقت میخوندید؟ شاید از سرودهایی که اون وقت میخوندم راضیم، لیکن از اون صمیمیتی که من میخوندم راضی نیستم. مثال حاضر اگر همون سرودی مادر ما اجرا کنم با تمام وجودم اجراش میکنم. حالا من دیدم درد رنج مادر، ما دیدم چخیل که امروز درد رنج میکشن، بیمارن، زیاده از یک سال زیاد میشود که در بستر بیماریان. حالا که من هر یک مصرع و هر یک نفس همون سروده من حس میکنم. عشقم، امیدم، حیاتم تویی، ای مادری جان مادرم، قلبم صدایم نوایم تویی، ای مادری جان مادرم. عشقم، امیدم، حیاتم تویی، ای مادری جان مادرم، قلبم صدایم نوایم تویی، ای مادری جان مادرم. شیرین زبانی درمان جانی، ای مادری جان مادرم، تنها برایم تو مهربانی، ای مادری جان مادرم. شیرین زبانی درمان جانی، ای مادری جان مادرم، تنها برایم تو مهربانی، ای مادری جان مادرم. شما در صحبت قبلیتون با رادیو آزادی گفته بودید که از اونی که از صحنه دور شدید پشیمان هستید. از اون صحبتتون تقریبا 2 سال گذشت. از اونی که دوباره روی صحنه برگشتید پشیمان نیستید؟ از اونی که روی صحنه دوباره برگشتم شاید پشیمان هم باشم، لیکن این دفعه نمیگردم. زی حرف عشق تیغ آید اگر بر سر نمیگردم، سری من گر رود حرفی که گفتم بر نمیگردم. اگر چی عذاب و مشقتی هم که باشد میخوام که همیشه تا آخر حیات من با موسیقی باشم. با جهان جان نظر ساز، تپشی دل را دیگر ساز، و مرادی نهی یک جا بدانی.
زندگی غیری تمنای خوشت رنگ ندارم، مثل آهنگی دولت در سینه آهنگ ندارم. مثل خیلی یک دویت موفق سروده بودید با منیژه دولت و که هم برای شما خوب بود و هم برای منیژه که او را معرفی کرد. چند سال شد که همین نقشه را در می دلم پرورش میکنم. حتی شید همون لحظه ای که ما با هم وا خوردیم، با منیژه وا خوردیم، نشستیم سر یک میز صحبت کردیم، خلاصه ای اومدیم که در حقیقت ما باید برای مردم گناهگاریم در نزد مردم. حتی هم خیلی سخنو هم بود که ما باید همون مردم چیزی را که قبول کرده، چیزی را که طلب میکنه ما باید باید اجرا کنیم. نه ما گناهگارم نه منیژه گناهگارم. اینجا چی همون سببی هست که نفهمیدم من را. تمانیت سرنوشت چی است؟ به همه هموطنان برون مرزی و بیرون از مرز دولت سال نو میلادی را مبارکباد میگم. بگذار که این سال نو برای هر یکی آنها سال پربرار پربرکت، در خاندانشان فیض و برکت همین ترین انداز باشد. هیچ وقت در پیش یگان انسان سرخم نباشند. سال نو شما مبارک باشه. سال نو شما مبارک باشه. زنده باشه. در همه عالم برم نیست تا تو را در بر ندارم، در همه